جایی بودم توی مرز سوئیس و اتریش بودم، داشتم میروندم و یه چیز زدیم بغل داشتیم می‌خوردیم با خانواده. بعد یه رستوران خیلی باحال میزونی هست اونجا و اینا، تو صف بودم اونجا هم روی LCD سفارشو میذاری میری تو صف که تحویل بگیری. بعد اون صفی نیست، یعنی اونجا شما راتو میخونه تحویل میگیری میری سر میز میخوری. یه نفر شروع کرد صحبت کردن که چرا مثلا اینجا وایسادی و فلان و بسار و اینا. بعد یه خود گولاخ مولاخ هم بود یارو. من یه شروع انگلیسی صحبت کردن، بعدشون بهشون انگلیسی صحبت کردن. اوکی اینجا وایسادی؟ گفتم وایسادم که وایسادم. به تو چرا اینجا وایسادی؟ مثلا صف مثلا اینجا صف نیست، من صف نمیبینم اینجا شما راتو میخونین. گفتم برو اونورتر وایسا. یه خود نگاهش کردم گفتم یه خورده احساس میکنم زیاد داری حرف میزنی، همه اینا انگلیسی. بعد گفتش گرالم اوی، برو کنار اصلا که جای نیست، مثلا داریم میریم تو شاخ هم دیگه. گفتم شاد فلان شاد دهن. بعد گفت باهانی بعد خدا این همه پشت سرم انگلیسی. بعد یه زیر زده گفتم بابا خفن فارسی یا تنظیمات محمد گوش کن. یو بگه گفتم خفه شو بابا. یکی دیگه تو صف بودم گفت راست میگه خفه شو. وای خیلی خوب بود. یعنی بغل اسمش هم حسابم بود، با هم رفیق شدیم، شماره بازی هم کردیم، بغلش کردم بازش انقدر حالا یا گفت با خفه شو با فارسی یا یارو دوزه گفت راست میگه خفه شو. یارو دیگه اونی که همون صاحب گفت دیگه هیچی نگفت. من از اونم دو تا تراکتورم پشتم الان بولدوزر روش رد میشه. یه لحظه حس تنهایی هم کردم، یعنی نگران بودم. خیلی خوب بود.